بسم الله الرحمن الرحیم. من رشیدی هستم. امروز برایتان میخوایم بروشور دیزاین کنم در برنامه ادوبی اندیزاین. خب بروشوری که ما برایتان در نظر گرفتیم این قسم یک بروشور می باشد. خب البته اگر لاین برزی بتیم باز شاید بهتر بیه. خب این قسم برایتان یک بروشور میخوام دیزاین کنم. خب آره درست شد. خب در قدم اول ما میخوایم اول چی بگیریم؟ اول نیو در داکومنت آمده شما 180 در 180 میگیریم. شما یک قسم یک صفحه ایجاد و در حدود 3 کالم گتر را کم بیشتر کنید. خب حالی که درست شد این اندازه. حالا در قدم اول میخوایم اول یک تکست نشته کنیم. میایم نشته میکنم اینجا. خب فونت میگیرم 250 میبخشید 230. البته رنگش هم با داخل خودتان من سبز میگیرم. نشته میکنم عمران ایژوکیشن سنتر. انتخابش میکنم 230. این رو به چند تبدیل میکنم؟ 225 انشالله که بهتر کنید. خب حالا چی میکنم؟ میام بالا تکست این رو میگم اوکی. سلیکشن را گرفته برزی یک شادو ایجاد میکنیم. بعد از اینکه ما برزی یک شادو ایجاد کردیم این رو میارم با اندازه ازی میسازیم. بعدم کنترل دی عکس هایی که ما براتون در نظر گرفتیم او عکس ها عبارت از خب یک عکس میباشد. البته و یک عکس دیگه هم کامپیوتر باشه ای بری رو میگیره و ای. خب ببینیم اگر کلام عکس دیگه جالب تر بود. خب یه را از بین برده ای عکس میگیره. میگم اوپن. یکیشو در اینجا انسرت میکنم یکیشو در اینجا. بعدا ایره چی میکنم؟ ایره تا این قسمت قرار میتونم. ایره هم تا این قسمت و بعدا چپ کلیک کردم میگم فیتینگ. فیت شد. خب حالی یک ذره تیز است. میخوام میره کمی چی کنم؟ کمتر بسازم به این اندازه. بعدم خب میایم نشته میکنم learning of computer. میایم از قسمت نشته میکنم learning of computer to language Dari teach عمران رشیدی. یک بار کنترل ای کرده. حالا میخوایم فونت از را بیشتر کنم. به طور مثال فونت از را من 100 میگم. 100 بهتر است. کامپیوتر
یکی هم از این لحاظی در آزم سازم. بعدا وقتی که این بر ما درست شد دیگه ضرورت نیست که ما با این کار بگیریم. خب اول میم این انتخاب کرده در منوی آبجکت را میتونستیم لاک کنیم. آبجکت لاک حالا یه بهتر شدن که هم این را بزرگ کرده فتش می این را در این قسمت قرار میتون. باز میم در فیتینگ تا که فیت بهتر شد. حالا این را در این قسمت قرار میتون. بعدا میم نشته میکنم learning of program and button list. این انتخاب کرده به اندازه 130 درجه ای را بزرگ می سازیم. البته اگر 130 درجه هم بیشتر است میتونم میره 100 بگیرم. اوکی 90 بگیرم تا یا در یک خط قرار بگیرم. نواد باز هم خب بندازه 70 میگیرم 72. خب این بهتر شد. بعد میم لیست میکنم. انتخاب کرده در جاش برده و چی میکنم ماله پروگرام های ما را لیست میکنم. اینجا یک تکست میگیرم تا به یک قسمت میم بلانک و مونو تایپ. خب نوع خط ما را 100 میگیره. خب در کلام اول نشته میکنیم مایکروسافت وورد مایکروسافت اکسل مایکروسافت پاورپوینت. خب پاورپوینت چون در یک خط قرار بگیره پی کلان و پوینت نشته میکنیم. دیگه هم نشته میکنیم مایکروسافت اکسس. میم یا را انتخاب میکنم برزی دیگر رنگ میگیرم سرخ. ایره هم چی میگیرم سرخ. بعدا میم انتر میکنم. بعد از اون نشته میکنم ادوبی فوتوشاپ. شما در فوتوشاپ بهتر میتونن بروشور دیزاین کنن. خب یک بار تعداد از این رو معلوم میکنیم تا آخر. ادوبی افتر افکت ادوبی پریمیر. خب و ادوبی
ادوبی دیزاین. خب اگر یک برنامه دیگه هم بگیرم، مثلا مثلا مثال نشته میکنم اوتودسک مایا که نو تا شد مایا. من دست که از این هم چی میسازه؟ دی بزرگ. خب 3 تا از این انتخاب کرده، سیاه میسازیم، 3 تاش سرخ و 3 تا دیگه از این هم سبز. خب بعد از اینکه شما تونستن دیزاین کنین، میتونن کمی هم پایین بیارین. من مثلا کنترل دی از این قسمت ما 2 قطعه عکس ضرورت دارم. البته نه، ایره و با یکس ادیاز رو اوپن میکنیم، ایره در یک قسمت قرار میتیم و ایره هم در یک قسمت. میایم سلیکشن تول شفته گرفته ایره کوچک میسازم. باز هم ایره در اینجا قرار میتون، بعدا ایره تا اکسس میگیرم، بعدا اینجا به این طرف کش کردم. من در فیتینگ من فت شد. خب وقتی که این فت شد، حالا میم نوبت از ایره از فوتوشاپ گرفته. خب البته مایه رو هم میگیریم در فت. حالی بر ما درست شد. حالی که شما میاین این را با پرزنتیشن گرفته ببینید، بسیار به یک شکل زیبا براتان ایجاد میشه. حالا ما میایم در پریویو لاین، این قسمت یک لاین میگیرم و البته این را دلیت، این قسمت یک لاین میگیرم. من برز یک رنگ فت میکنم، مثلا اول به این شکل باشه و رنگ از این هم این قسم. خب بعدم توسط سلکشن این را انتخاب میکنم، قسم یک رنگ برز ایجاد میکنم. بلک و یلو. این ما رو باز هم یک بار انتخاب میکنم و دلیتش میکنم. من از سر یک لاین میگیرم، خب حالا من در استوک یک کم یاره زخیمتر میسازم تا که خوبتر فهمیده شود لاین. من باز هم حالت نورمال و ایویدنس قسمت
قسمت بروشور امروزی ما که براتون در برنامه ادوبی این دیزاین بروشور دیزاین کردم. میتونید شما هم بروشور دیزاین کنین و یا سرتیفیکیت دیزاین کنین. خب میتونید که البته جور کنین. این بود از قسمت درس امروزی ما. خدا کنید که این بروشور مورد علاقه شما قرار گرفته باشد. روز و شبتان خوش. الله را مددگارتان. خدا حافظ.